بسم الله الرحمن الرحیم. ای اهل قرآن، اگر این را می دانستید روز قیامت همه در یک مکان جمع آورده می شوند مگر حافظان قرآن. حافظان قرآن همراه ملائک و کرام برره یک جا می باشند. همه ای مردم طبق آیتهای قرآنی از یکدیگر می گریزند، حتی پدر از فرزند و مرد از زن و فرزندانش می گریزد تا مبادا حسنات از او طلب نکنند. مگر حافظان قرآن در آن روز سنگین پدر و مادرانشان را می جویند تا بر سر پدر و مادرانشان تاج وقار را گذارند، یعنی پدر و مادر حافظان قرآن. قرآن صاحبش را یعنی اهل خودش را نه تنها به جنت می برد، قرآن همراه خواننده اش می باشد تا اینکه خواننده اش را می برد به بالاترین درجات جنت. برای حافظان قرآن، برای خوانندگان قرآن گفته می شود: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. یعنی بخوان و تلاوت کن با تجوید همچنانه که در دنیا قرائت و تلاوت می کردی، زیرا درجه تو در جنت در آن جای هست که آخران آیت خواندنی تو تمام می شود. محدثین می گویند این درجات برای حافظان قرآن می باشد در جنت، برخی دیگر برای آنهایی که پیوسته با تدبر و با معنا در دنیا قرآن می خواندند هم شامل می گردد. پس خواننده این کلمات در خواندن قرآن نباید کوتاهی کند. فرزندانمان را در حفظ قرآن تشویق نماییم تا از آنها نگریزیم و آنها از ما نگریزند در روز قیامت، برعکس ما را بجویند و تاج وقار را در سر ما و شما بگذارند. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.